سلام و عرض ادب خدمت همه شما بزرگواران. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو تا اینجا گذرونده باشین و حالتون فوق‌العاده عالی باشه. امروز قراره که سایت تریدینگ ویو رو بهتون آموزش بدیم، فقط در حدی که شما بدونین سایت تریدینگ ویو چی هست، شما با این سایت میتونین چی کار بکنین و چه استفاده‌ای داره این سایت و حالا نکاتی که لازمه رو به شما بگیم. این سایت خیلی قابلیت‌ها و ویژگی‌های زیادی داره که البته توی اکانت‌های پولی شما میتونید از اون ویژگی‌ها استفاده بکنید و خیلی از ویژگی‌ها مثلا کارایی نداره و فقط قراره توی این جلسه به شما ماهیت کلی و اون کارایی کلی این سایت رو آموزش بدیم و در حد یک جلسه معرفی از این سایت باشه و در ادامه جلسات آموزشی بعدی حالا که به شما استراتژی‌های متفاوت و حالا کار با ابزارهای مختلف رو یاد میدیم، کار با این سایت رو به نحوه خودتون یاد میگیریم و حتی اگه برین داخل این سایت دقیقاً این بالا نوشته tradingview.com میخواین از این صفحه حالا یک اسکرین شات بگیرین که دقیقاً وارد همین سایت بشین. حالا اگه سرچ بزنین تریدینگ ویو توی گوگل واسهتون میاره، همین سایت رو میاره و خودتون وقتی با این سایت کار بکنین یکم با دستتون بیاد کار باش روون میشه واسهتون. شاید اول کار ندونین که چی کار بکنین و این ویدیو قراره که در حد معرفی باشه. دوستان شما وقتی که وارد سایت تریدینگ ویو میشین با یک همچین صفحه‌ای مواجه میشین که حالا این بالا مشاهده میکنین سمت چپ بالا نوشته سایت تریدینگ ویو، لوگو، اینا یه قسمت نوشته چارت، یه قسمت نوشته مارکت، حالا نیوز، اسکرینر که حالا همون بحث فیلتر نویسی هستش، نیوز بحث اخباره که شما میتونید اخبار مارکت های مختلف حالا استاک، کریپتو، ایندکس رو واسه خودتون بررسی بکنین. حالا اینجا مارکت های مختلف رو داره، شما میتونید از بخش اسکرینر حالا بیاین فیلتر نویسی بکنین برای حالا بازارهای مختلف، فورکس و استاک و کریپتو، بازارهای مختلف. این قسمت کامیونیتیه که شما حالا افرادی که از این سایت استفاده میکنن یک اجتماعی تشکیل دادن که میان حالا نظراتشون رو میگن، استریم میذارن برای شما و خب بهتره که حالا بر طبق نظر و تحلیل اونها معامله نکنین و اونها رو مبنای معامله خودتون قرار ندین و طبق تحلیل خودتون بخواید معامله کنین. اونها فقط میتونه دیدگاه‌هایی باشه واسه شما. اوکی، حالا این قسمت مورم که زیاد اصلا باش کاری نداریم، چیزی نیست که بخواین ازش استفاده بکنین. این قسمت سمت راست نوشته get started، بالا یک حالا آیکون آبی هم داره، ما روی این قسمت میزنیم وارد این صفحه میشیم. وارد این صفحه که بشیم اینجا حالا واسه شما اکانت‌های حالا خود تریدینگ ویو رو گذاشته که پرو هست، پرو پلاس هست، پرمیوم هست و خب من پیشنهاد میکنم اگر قراره که پول بدین، حالا مبالغش هم اینین $15 و $30 و $60 تقریبا آب میخوره و اون دوتای دیگه پرو پلاس زیاد کارایی نداره. اگر میخواین تهیه بکنین بهتره که همین اکانت پرمیومش رو تهیه بکنین که $60 و یه عددی هولوش بکنم با دلار امروز بشه 1,780,000 تومان آب میخوره و خب شاید خیلی مقرون به صرفه نباشه. من منبع معتبری نمیشناسم از سایت‌های ایرانی، بازم دارم میگم من منبع معتبری نمیشناسم، ولی خودتون اگر تو گوگل سرچ بزنید هستن جاهایی که به شما این اکانت پرمیوم حالا تریدینگ ویو رو ارزان‌تر هم میفروشن. نمیدونم چند تومن، ولی خب حالا میتونین شما حالا با ریال خریداری بکنین، ولی من مطمئن نیستم بهشون. اگر میخواین مطمئن باشه بازم رو تحقیق خودتون برین از اون سایت ها خریداری بکنین، ولی اگه میخواین مطمئن باشه بیاین از همین سایت خود تریدینگ ویو اکانت پرمیوم رو بخرین، حالا استفاده بکنین. خدمات رایگان هم داره این، حالا برای کسایی که میخوان ویژگی های بیشتر و بهتر و کار راحت تری با سایت داشته باشن طراحی شده، ولی خب نیازی هم نیست که شما خریداری بکنین. ولی برای دوستانی که میخوان بازم میگم بهتره که از همین سایت خود تریدینگ ویو خریداری بکنین. پرداخت با کریپتوکارنسی ها هم داره، میتونین خیلی راحت پرداخت بکنین و خریدتون رو انجام بدین. قسمت های پایین تر هم به کارمون نمیاد، قرار شد که فقط قسمت هایی رو بهتون بگم که کارایی داره. میایم بالا از این قسمت ساینگ آپ شما میتونین بیاین واسه خودتون اکانت بسازین با جیمیلی که دارین. اینجا رو قسمت ایمیل میزنیم، این پایین اینجا ایمیل رو میزنیم، حالا ایمیلتون رو وارد میکنین، پسورد هم وارد میکنین، پسوردتون رو پسوردی که میخواین. اینجا I have read and agree به حساب to the terms of use رو میزنیم که من آقا با قوانین این سایت موافقم و میتونم همه شرایط و ضوابط رو پذیرا هستم و میخوام از این سایت استفاده بکنم
بعدش میایین I'm not a robot رو میزنین. اینجا برای شما یه کپچای میاره که گفته آره ترافیک لایتس رو انتخاب کنین، یه سری میاره که نمیدونم درخت نخل رو انتخاب کنین، یه سری حالا خط عابر پیاده رو انتخاب کنین. شما انتخاب میکنین که حالا تایید کنین که ربات نیستین. بعدش هم حالا next و verify و این کارا رو انجام میدین. مثلا اینجا گفته دوچرخه رو پیدا کن که حالا من دوچرخه تو این تصویر نمیبینم و خب حالا تایید میکنه که ما ربات نیستیم. بعدش create account رو میزنین و اکانتتون ساخته میشه. ولی شما میتونین حتی بدون اینکه اکانت بسازین توی این سایت از خدمات رایگانش استفاده بکنین. اینجا میایم قسمت چارت رو میزنیم، ثبت میکنیم، وارد چارت میشه. یکم حالا اینترنت ضعیفه اینجا، داره طول میکشه. حالا این قسمت رو شما بزنین رو دورتون که وقت گرانبهاتون گرفته نشه. ببین دوستان، شما وقتی که وارد حالا قسمت چارت میشین با یک همچین صفحه‌ای روبرو میشین که حالا اگر دقت بکنین این بالا سمت راست، حالا من این قلم رو اگه بتونم حالا اون بالا بکشه، این بالا نمیکشه. این قسمت سمت راست شما اگر دقت بکنین نوشته اپل. اوکی، سهام اپل رو واسه شما چارت قیمتیش رو آورده روی تایم فریم روزانه. اوکی، کنار اینجا شما اینجا میتونید نمادتون رو انتخاب کنین. بر فرض مثال اینجا من میام قسمت سرچ و می نویسم که مثلا برای من بیت کوین رو به USD بیار، BTC USD، حالا USDT بزنیم، BTC USDT رو واسه من بیار. بازم میگم اینجا یکم بزنین رو دورتون که وقتتون گرفته نشه. BTC USDT، چارت BTC USDT رو واسه ما آورد و خب حالا شما از اینجا میتونین حالا هر چارت قیمتی رو که بخواید، بیت کوین، اتریوم، حالا تمام جفت، حالا تو جفت ارزهای فارکس میتونین بیاین انتخاب بکنین. فرضاً ما طلا رو اگه بخوایم بیاریم XAUUSD رو میزنیم، حالا طلا میاد بالا، چارت طلا رو میاریم بالا. شما از اینجا میتونین حالا سیمبل های متفاوتی رو، همون نمادها رو انتخاب بکنید و از این قسمت سمت حالا یه آیکون کناریش یه علامت دی داره، اگر دقت بکنید یه دی گذاشته، ما رو میزنیم. اکانت های رایگان شما زیر 1 دقیقه نمیتونید چارتشو بیارید. اوکی، حالا اینجا یکم نت ضعیفه و داره یکم لگ میزنه. حالا من یه دونه برمیگردم بیاد رو همین چارت اینجا BTC. این طلا رو خیلی داره دیر میاره بالا. اینجا اگر شما بیاین دقت بکنین قسمت تایم فریم بودیم، اگر بیاین دقت بکنین برای حالا اکانت رایگان زیر 1 دقیقه رو شما میتونین تا تایم 1 مین رو بیاین نگاه بکنین. اوکی، ولی زیر 1 دقیقه رو نمیتونید و باید حتما یک اکانت پولی تهیه بکنید. این ارور میده، میگه آپگرید نه، بیاین اکانتتون رو به پرمیوم تغییر بدین که حالا نیازی هم نیست چارت زیر 1 دقیقه رو بخواید نگاه بکنید. برای اوایل کار بهتره که شما تو تایم فریم های بالا مثل 15 دقیقه، مثل 1 ساعته و 4 ساعته بخواید کار انجام بدین و حتی روزانه و حالا هفتگی هم زیاد به کارتون نمیاد. توی طلا یه هفتگی کلی پیپ جابجا میشه. ما بریم سراغ همون چارت بیت کوین BTC. تا اینجا یاد گرفتین که چجوری بخواین که چارت های متفاوت رو واسه خودتون بیارین، تایم فریم های متفاوت رو بیارین. حالا اینجا اگر شما دقت بکنین تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر کندل استیکی که داره به شما نمایش میده، هر کدوم از این کندل ها مجموعه حالا خرید و فروش های 1 دقیقه هستش که قیمت حالا در آینده آموزش کندل استیکا رو براتون میذاریم که باهاشون آشنا بشین. یا تایم فریم 5 دقیقه به شما معاملاتی که توی این 5 دقیقه انجام شده رو حالا مجموعش رو به شما نشون میده. میگه که توی این حوالی قیمت این کندل بسته شده، کلوزش اینجا بوده و پنش اینجا بوده. حالا با این آموزش زیاد کاری نداریم. این قسمت کناری اگه شما ببینین حالا عکس کندل استیک داره، شما میتونین بیاین نمودارتون رو متفاوت بکنین که ما چون پرایس اکشن کار میکنیم با همین کندل استیک کار میکنیم، با بقیه‌اش کاری نداریم. حالا تو استراتژی متفاوت حالا از نمایش چارت های دیگه هم استفاده میکنیم. مثلا شما میتونین چارتتون رو خطی بکنین،
حالا برای میگم استراتژی متفاوت از بقیه هم استفاده میکنیم، ولی چون ما پرایس اکشن کار هستیم بهتره که با همین نمای کندل استیک چارت رو نگاه بکنین، چون در آینده هم آموزشامون بر همین مبنا هستش. این کنار یه دونه میشه کمپیر، شما میتونین اینجا بیاین حالا نمادهای دیگر هم رو چارتتون بندازین، مثلا بیاین چارت بیت کوین رو با چارت داو جونز که حالا چارت به حساب قیمتی شرکت‌های آمریکایی هستش، مثلا میتونین بندازین رو چارتتون و بررسیش بکنین. اینجا اگه استایلش رو بندازیم، پرایس لاینش هم بندازیم، حالا این نت ضعیفه نمایش داده نمیشه، ولی خب شما میتونین بیاین حالا نمادهای دیگر رو بندازین رو چارتتون. نمیدونم بیاین حالا اینجا مثلا بیت کوین به ETH رو مثلا برای خودتون بررسی بکنین. اینجا مثلا چارت بیت کوین به اتریوم رو بهتون نشون میده که شما میتونید حالا بررسی بکنید هر زمان که ریخته بیت کوین ریخته، اتریوم هم ریخته، بالا پاییناشون تقریبا مشابه هم بوده. اوکی، از این قسمت شما میتونید این کار انجام بدید. این قسمت کناریش نوشته ایندیکیتورز. اوکی، اندیکاتورها هستن. شما میتونید بیاین از اینجا اندیکاتورهای حالا که بهتون استراتژی رو یاد میدیم در آینده، استراتژی متفاوتی هست. شما میتونید بیاین از اینجا اندیکاتور نمیدونم بر فرض مثال RSI رو بندازین رو چارتتون و این پایین از RSI استفاده بکنین. حالا در آینده با این اندیکاتورها آشنا بشین. دوستانی که حالا مبتدی هستن آموزش‌های اینها رو براتون در آینده میذاریم و میتونین ازشون استفاده بکنین. قسمت بعدی قسمت تمپلیتس است، حالا واسه کسایی که حرفه‌ای‌تر کار میکنن و واسه کسایی هست که اکانت پرمیوم دارن. شما میایین اینجا بر فرض مثال یه استراتژی دارین، توش نمیدونم اندیکاتور ایچیموکو داره، RSI داره، بعد نمیدونم مووینگ اوریج داره. شما میایین همه این حالا استراتژیتون رو اندیکاتوراشو اینجا ذخیره میکنین، 3 تا 4 تا حالا اندیکاتوری که هست ذخیره میکنین. دیگه لازم نیست بیاین مدام دونه دونه از تو این قسمت اندیکاتور رو انتخاب کنین. میایین همینجا یه دقیقه اون استراتژیتون رو میخواین بندازین رو چارت، میزنین تمام اون اندیکاتورها رو میاره و خیلی سریع کارتون رو انجام میدین. قسمت الرت هم هست، حالا این از چارت رفت بیرون. این کنارش قسمت الرت هم هست که شما میتونین برای خودتون آلارم بذارین که زمانی که مثلا بر فرض مثال قیمت به اینجا رسید به گوشی من پیام بده، حالا به ایمیلم پیام بده، حالا نمیدونم رو خود حالا دستگاه ستاپی که دارم استفاده میکنم یک زنگی بزن که من بفهمم قیمت به اونجا رسیده، که نخواد 24 ساعت پای چارت باشم و بخوام ببینم قیمت به اونجا میرسه یا قیمت به اونجا نمیرسه. و شما میتونید با خیال راحت آلارم ست بکنید وقتی که قیمت به اونجا رسید بیاین چارت رو بررسی بکنید. و بازم میگم واسه اکانت های رایگان بیشتر از یه دونه آلارم نمیشه ست کرد. اوکی، اگه میخواین بیشتر از یه دونه آلارم ست بکنید بعد اکانت پرمیوم تهیه بکنید. و این قسمت ریپلای، این قسمت ریپلای برای اکانت های رایگان فقط توی تایم فریم روزانه کار میکنه و توی تایم فریم های دیگه کارایی نداره. شما میایین ریپلای رو میزنین، حالا این داره باز میگه که بیا اکانت رو بخر، یعنی اکانت رو تهیه کن. رو چارت روزانه هم هستیم، نمیدونم چرا داره میگه میگه بیا وارد اکانتت بشو. من اکانت حالا جیمیل نساختم، میگه بیا جیمیل بساز. شما اینجا میایین ریپلای میزنین، براتون یک همچین خطی رو میاره. شما تعیین میکنین که قیمت مثلا بیاد از اینجای چارت به بعد برای شما نمایش داده بشه، یعنی دیگه از اینجا به اون بر نمایش داده نمیشه. اوکی، و شما حالا میتونین بیاین از اون امکانات استفاده بکنید. حالا میتونین اگر بر فرض مثال اینجا با این ابزار کناریش که حالا یه فلش به سمت چپ یه فلش به سمت راست داره، شما زمانی که رو چارت یه چیزی میکشین و ناخواسته این کار رو انجام دادین یا یه چیزی رو پاک کردین، میایین این فلش بالا سمت چپ رو میزنین و پاک میشه. یا مثلا اگه دوباره میخوایم برگردیم به همون تنظیمات قبلی فلش سمت راستی رو میزنین. حالا ما اینو پاک میکنیم با فلش سمت چپی، میایم اینجا. اوکی، حالا این قسمت شما میتونید چارتاتون رو توی چند پنجره ببینید، یعنی چند تا چارت رو ببینید. اوکی، مثلا 2 تا چارت رو ببینید، 3 تا چارت رو ببینید، 4 تا چارت رو ببینید، 8 تا چارت رو ببینید به تعداد مختلف، که بازم میگم بیشتر از یه دونه چارت شما باید بابتش اکانت تهیه بکنید، اکانت پرمیوم هزینه بکنید و اکانت پرمیوم تهیه بکنید. این قسمت دیگه هم که حالا مربوط به لایحه ساختن هستش که حالا برای کسانی که 2-3 نفر از یک اکانت استفاده میکنن کارایی داره. این قسمت تنظیمات،
از این قسمت تنظیمات شما میتونید بیاین حالا چارتتون رو شخصی سازی بکنید. فرضاً من دوست دارم که حالا کندل های سمت راست این بالا اینا کندل های نزولی شما رو تشکیل میدن، این سمت چپ کندل های صعودی. شما میتونید بیاین شخصی سازی بکنید. من بر فرض مثال میام اینا رو مشکی میکنم، همینطور که میبینید داره رنگ کندل های نزولی من قرمز من داره مشکی میشه. حالا امکانات دیگه هست که مثلا میتونیم بیایم این خط رو من بر فرض مثال مشکی میذارم. میتونید شخصی سازی دیگه یکم بعد باش کار بکنین، هر جوری که حالا خودتون دوست دارین بخواین چارتتون رو شخصی سازی بکنین. یا حالا این قسمت‌های دیگه هم زیاد کاری نداره ولی بازم میگم باش کار کنین، هر جوری که خودتون دوست دارین چارتتون رو بخواین که طراحی بکنین. میتونین حالا اینا رو پاک بکنین بذارین تو چارتتون نمایش داده بشه، نمایش داده نشه. از این قسمت میتونین بیاین رنگ پشت چارتتون رو انتخاب بکنین، سفید کنین، مشکی کنین، سبز کنین، زرد کنین، هر رنگی که دوست دارین میتونین انتخاب بکنین. و میتونین حالا بیاین این گریدش رو از کجا برمی داشتیم، فکر کنم گرید و این گرید لاین رو من میام سفید میزنم، میام سفید میزنم که چارتم خیلی یک دست و خوشگل سفید بشه. حالا این اندیکاتور والیوم شما میتونید از اینجا بزنین، این چشمه رو بزنین هایت بشه یعنی نمایش داده نشه. این تنظیمات بزنین، میتونین بیاین رنگاشو انتخاب بکنین و حالا ویژگی‌های دیگه که در آینده یواش یواش باهاش آشنا میشین. اگر با این سایت یکم کار بکنین باهاش آشنا میشین. اوکی، حالا من بیام توی قسمت چارت. اوکی، حالا قسمت‌های دیگه هست. حالا مثلا شما زمانی که روی این دوربینه بزنین، حالا سیو چارت ایمیج، میتونین حالا یک کپی از این حالا قسمتی که از چارتتون مشخص بکنین از هر جای کپی بگیرین، کپی چارت ایمیج میتونین کپی کنین، سیو چارت ایمیج حالا ذخیره میکنه واسهتون. کپی لینک تو د چارت ایمیج، میتونین یه لینکی بگیرین که زمانی که حالا اون لینک رو با کسی اشتراک بذارین، زمانی که رو لینک بزنه، مثل کانال حالا دیدین کانالا رو که چجوریه، زمانی که ما تحلیل‌ها رو میذاریم لینک میذاریم که شما میتونین رو لینک میزنین و حالا چارتی که ما تحلیل کردیم براتون میاد بالا. و حالا قسمت‌های دیگه این سمت راست بالا اگه این کاربرگ رو ببینین یک حالا خطوطی داره، این قسمت شما میتونین بیاین برای خودتون واچ لیست تعریف بکنین. اوکی، میتونین بیاین حالا توی واچ لیستتون از اینجا، بازم میگم تو اکانت رایگان بیشتر از یه دونه واچ لیست نمیتونین واچ لیست بسازین. create new list اینجا نوشته، اینو که بزنید میتونین واچ لیست خودتون رو طراحی بکنید. فکر نکنم بشه حتی یه دونه هم ساخت. همین قسمتی که خودش اینجا داره میشه که حالا واچ لیستتون باشه. حالا بیاین تغییرش بدون حالا بیت کوین باشه، نمیدونم اتریوم باشه، حالا ارزی که برای خودتون میخواین تحلیل بزنید توی واچ لیستتون قرار بدین. ولی وقتی که اکانت پولی داشته باشین میتونین حالا تا بی‌نهایت برای خودتون واچ لیست بسازین و داشته باشین. نمیدونم واچ لیست کریپتو بسازین، واچ لیست فورکس بسازین، حالا واچ لیستایی که خودتون میخواین. این پایینش این ساعت آلارمایی که برای خودتون ست کردین رو بهتون نمایش میده که بیاین اینجا نگاه کنین چه آلارمایی ست کردین. این پایینیش نوشته حالا میاد اخبار مهمی که در رابطه با حالا امروز وجود داشته رو بهتون نشون میده. نمیدونم اومده گفته که حالا اخبار مهم اینجا هست دیگه. حالا بخوایم براتون بگم خیلی تایم ویدیو طولانی میشه. اینجا اومده بازم حالا نسبت به صرافی‌های متفاوت میاد قیمت اون دارایی که انتخاب کردین رو به نسبت صرافی‌های مختلف بهتون نشون داده میشه. حالا میتونین بایننس انتخاب کنین، کوکوین انتخاب کنین، حالا بروکرایی که حالا دوستان که فورکس بازن. حالا این قسمت این پایینی دقیقا هم قسمت حالا جابجا گفتم. این بالا خودتون شخصی سازی میکنین اون صرافی‌ها و حالا چیزایی که بررسی میکنین. این پایین خودش حالا اکسچنج‌های متفاوتی رو داره، صرافی‌های متفاوتی رو داره. ما دوباره بریم رو همین چارت بیت کوین. حالا اینجا باز اومده تقویم‌های اقتصادی رو به شما، حالا خبرایی که وجود داره، اتفاقایی که حالا داره میفته توی بازار، زمان جلسات نمیدونم فدرال رزرو و اخباری که حالا توی بحث فارکس وجود داره بیشتر در کسایی می‌خوره که فارکس کار میکنن. این حالا لامپه پایینی مای آیدیایز. خب شما ایده‌هاتون رو میتونید اینجا بذارین، حالا وقتی که اکانت بسازین بذارین دیگران استفاده بکنن. حالا این قسمت بحث چتشه. بعد دیگه دوستان بعضی میان استریماشون رو اینجا میذارن که شما میتونین حالا بیاین نگاه بکنین. اشخاص متفاوت که اکانت دارن اینجا ویدیوهاشون رو گذاشتن که شما میتونین ویدیوهاشو نگاه بکنین و یک
دیدگاهی برای خودتون داشته باشین. حالا این بخشای دیگه هم ما زیاد باشون کاری نداریم و استفاده‌ای برای ما عملا ندارم. بیشتر با این قسمت واچ لیست از این سمت راست ما کار داریم و حالا سمت قسمت‌های دیگه‌اش نمیریم. این از این قسمت شخصی سازی رو هم که بهتون توضیح دادم. بیایم سمت چپ، این قسمتی که این بالا 3 تا خط داره. این قسمت حالا شما میتونین بیاین تمتون رو دارک بزنین، حالا تاریک بشه، سیاه بشه، اصطلاحاً کل بک‌گراندش میتونین بزنین سفید بشه و حالا لنگویج رو واسه خودتون انتخاب کنین که همین روی انگلیسی بمونه. فارسی متاسفانه نداره و همین انگلیسی بمونه. این قسمت حالا به شما ابزارهای متفاوتی رو سایت تریدینگ ویو در اختیارتون قرار میده تا بخواید باهاش تحلیل بکنید. این قسمت دومیش میاد به شما ترند لاین ها رو میگه. حالا ترند لاین های متفاوتی که وجود داره، کانال کشی شما میتونید با این ابزار انجام بدید. مثلا این ابزار اولی ابزار ترند لاین هستش که حالا من فرضاً میکشم اینا رو دوستان، میتونید ازش استفاده بکنین، جابجا بکنین، کار باهاشو یکم باهاش ور برین، خودتون یاد میگیرین چجوریه. بعد حالا این پایین این قسمت میتونید شما بیاین رنگش رو انتخاب بکنین، حالا قطرش رو انتخاب بکنین، اینجا انتخاب بکنین که خط چین باشه، نقطه چین باشه یا یه خط صاف باشه. از اینجا حالا تنظیمات دیگهش میتونین یه متن کنارش اضافه بکنین. حالا کارهای دیگه داره که میتونین رو چارتتون قفلش کنین، هر چقدر بخواین نمیتونین جابجاش بکنین. قفل میشه، میتونین روش آلارم ست بکنین که قیمت فرضاً بر فرض مثال زمانی که مثلا به این خط من رسید، بیا آقا من نشون بده که داستان از چه قراره. بیا داستان من نشون بده که آقا زمانی که به این خط رسید بیا من بگو که آقا من بیام پای چارت بررسی بکنم. حالا از اینجا هم میتونین رو سطح آشغال بزنین و پاکش بکنین. بعد حالا اینجا یک نوشته آرو، سرش فقط یک فلش داره، همون ترند لاین خودمونه سرش، حالا یه فلش داره. یا یکی بعدی ری هست که شما میتونین فرض مثال این دوتا رو به هم وصل بکنین، براتون این خط رو اکسترندش میکنه، حالا به سمت راست هم هستش. اوکی، میتونین ازش استفاده بکنین دیگه، لازم نیست خیلی خودتون بیاین دقیق وصل کنین. اینو وصل بکنین، ادامهش براتون خط رو رسم میکنه. حالا من اینا رو از رو چارت پاک بکنم. حالا خطوط دیگه هم اینجا هست، اکسترنال لاین که مثلا این دو طرفه است، به دو طرف هم به چپ هم به راست خطوط رو امتداد میده. خط بعدی یه خط صاف هستش که حالا شما دارین دیگه معلومه دیگه که این مثلا حالا یه پاره خط اصولا میندازین که بفهمین از به چه دلیلی اینو گذاشتین جایی که اینو گذاشتین، منطقش رو پیدا بکنین. و حالا اینجا یک خط صافه که میتونین بندازین جابجاش بکنین، فیکس روی کندلا برای خودتون مشخص بکنین. و حالا میتونین این ابزار رگرشن ترند هستش که حالا یکم با این ابزار کار بکنین. با این ابزار کار بکنین نحوه کارهای استفاده ازش رو یاد میگیرین. یا مثلا این بحث پارالل چنل هست که شما اینجوری میندازین، مثلا برای خودتون کانال رسم میکنین و میتونین از این ابزارها استفاده بکنین و کار خودتون رو توی تحلیل راحت تر بکنین. و حالا اینا رو من پاک بکنم از رو چارت. قسمت بعدی فیبوناچی ها هستن، ابزار گن هستن که حالا دیگه همتون با فیبوناچی ریتریسمنت باید آشنا باشین و بخواین ازش تارگت گیری بکنین. حالا استفاده از این ابزار کاری باهاش نداریم. این قسمت فیبوناچی ها هستش. این قسمت شما حالا این قلمه براش هست، میتونین بیاین روی چارت چیز میزی بکشین، حالا هر کاری که خواستین انجام بدین. یا قسمت این باکس ها هست که شما مثلا بر فرض مثال بیاین برای خودتون محدوده حمایتی مقاومتی تعیین بکنین. یا قسمت دیگه، حالا قسمت های دیگه داره، این مثلا کرو داره که مثلا میتونین حالا ترند لاین اینجوری. حالا من اینو دارم فرضاً میکشم دوستان که شما متوجه منظور بشین که این ابزار چی هست و چی کار میکنه. بهتره که خودتون بیاین با این ابزارا یکی استفاده بکنین و کار باهاشون دستتون بیاد. اوکی، حالا این قسمت شما میتونین بیاین بر فرض مثال تکست بنویسین توی چارتتون، نمیدونم هر چیزی که حالا مثلا بر فرض مثال دوست دارین بنویسین، اینجا میاد میتونید ازش استفاده بکنین، یادآورتون باشه. اینجا حالا الگوهای هارمونیک و موجای الیوت رو براتون گذاشته که میتونید بیاین ازش استفاده بکنین. این قسمت بحث پوزیشن های لانگ و شورت رو داره که شما میتونید بیاین بر فرض مثال برای بک تستاتون استفاده بکنین. من مثلا فکر میکنین که بازار از اینجا میره بالا، میاین برای خودتون قرار میدین، تارگت و استاپ لاس رو قرار میدین و بعد میاین بررسی میکنین که این قیمت اومده تارگت شما رو زده یا استاپ لاس شما. برعکس این معامله شورتش رو هم داره، مثلا فرض پیش بینی میکنین که بازار از همینجا میریزه،
میایین استابلاستون رو تعیین میکنین، تی پی رو هم تعیین میکنین و خب میتونین به عنوان بک تست هاتون ازش استفاده بکنین. و حالا تنظیمات شخصی سازیش هم بود. ابزارهای متفاوت دیگه هم اینجا هست، مثلا والیوم پروفایل که حالا خیلی توی چارتای مثلا بعضی از دوستان میبینین مثلا همچین ابزاری رو میندازن، این از اینجایه، شما میتونین بیاین ازش استفاده بکنین. کار با این ابزار رو هر کدومی که خواستین در آینده اطلاع بدین توی حالا دایرکت اگه براتون ویدیو آموزشیش رو ضبط بکنیم. این قسمت استیکرها هست. بر فرض مثلا شما میایین حالا این استیکرها رو انتخاب میکنین میندازین رو چارتتون، مثلا این قلبه رو اینجوری میندازین رو چارتتون، حالا برای زیبایی. این قسمت این خط کشه میاد به شما فرض بر مثال میگه که قیمت شما مثلا توی این بازه زمانی، حالا من بگیرم از این بالا تا این پایین بر فرض مثال نمیدونم 30% 33% ریخته توی این 26 بارز که می نویسه، یعنی 26 کندل و هر کندل هم تایم فریم روزانه، یعنی 26 روز. اوکی، برای شما حالا میاد دیتاهاشو میده. حالا این قسمت این زوم رو هم که بزنین، حالا من بیام عقب، مثلا شما میخواین یه قسمت از چارت رو زوم بکنین، این قسمت رو میخواین زوم بکنین، براتون دقیقاً همون قسمت رو میاره. این پایینش هم حالا اون زومه که وسطش علامت منفی داره، زوم اوت رو میزنین و میاد عقب. حالا این چارت رو من زوم کردم، چارت زوم شد، من حالا اون قسمت ویدیو کات شد و بریم حالا ادامه توضیح. اینجا این ابزار حالا این آهن رباعه رو اگه ببینید، این مگنت، شما میتونین بیاین ازش استفاده بکنین برای اینکه بر فرض مثال خیلی دقیق تر مثلا خطوط روندتون رو رسم بکنین. بیاین از شادوها رسم بکنین، بی دلیل نبوده این شادوها. میتونین بر فرض مثال بیاین، حالا من حالا از این ابزار استفاده نمیکنم، بیشتر میام از این ابزار استفاده میکنم. بیاین فرض بر مثال ترند لاینتون رو از شادو به شادو بر فرض مثال رسم بکنید، خیلی به شما خطای قشنگتری میده. بعدش هم این شادوهایی که قیمت به اونجا میندازه بی دلیل نیست، بهتره که از شادوها رسم بکنید. حالا این ابزار مگنت بود. شما میتونید حالا این حالا یک عکس قلم و چیز داره، حالا یه قفل داره، شما مثلا میزنین بر فرض مثال میان این باکس رو هم انتخاب میکنین، اینو میزنین. حالا هر چقدر که این اندیکاتور رو چیز بکنین دیگه نیاز نیست هی بیان روی باکس انتخاب بکنین، هی میتونه این پشت سر هم واسهتون باکس میکشه. حالا من از این بالا که بهتون یاد دادم یکی یکی برمیگردیم عقب، یعنی فقط براتون همون شکل رو میکشه، شکل دیگه ای نمیکشه. لازم نیست هی شما بیاین مثلا اینجا بر فرض مثال یه دونه باکس کشیدین بیاین دوباره باز این باکس رو انتخاب بکنین، بیاین از اینجا دوباره انتخاب بکنین بخواین این دوباره باکس رو بکشین، کارو راحت تر میکنه. اوکی، حالا ابزار دیگه هم هست که شما چارتتون اینجوری قفل میشه، هیچ تکونی نمیخوره، عملا نمیتونین حالا این خطوط رو جابجا بکنین، هیچ اتفاقی نمیتونین رو چارتتون تغییری بخواد اتفاق بیفته، مثلا ناگهانی دستتون بخوره و اینا، هیچ اتفاقی نمیفته. این پایین یه چشم هم داره با یک عکس قلمو، اینجوری میاد هر چیزی که تو چارت کشیدین رسم کردین رو براتون هایدش میکنه و دوباره روش بزنین دوباره واسهتون میاره. این پایین هم که حالا سطل آشغال اولیش ریموو دراینگ، خب دراینگز، حالا اگه واسه تلفظش دوستان منو ببخشین، ریموو دراینگز که شما حالا میتونین بیاین اینو بزنین، هر چی که حالا روی چارت کشیدین براتون پاک بکنه. ریموو ایندیکیتورز هم که بزنین میاد اندیکاتورایی که رو چارت داشتین، همونطور که دیدین اندیکاتور والیوم واسه من پاک شد. و اگر بیاین ریموو دراینگز اند ایندیکیتورز رو بزنین میاد هم چیزایی که روی چارت کشیدین رو پاک میکنه همه رو، همه اندیکاتوراتون رو پاک میکنه. پس حالا این قسمت حواستون باشه، ولی خب فرضاً اگرم اشتباهی زدین دوباره این بالا این فلشایی که به سمت چپ و راست بود اول ویدیو توضیح دادم اینا رو میزنین، حالا بر فرض مثال اینجا واسهتون میاره دوباره. اوکی، اگه خدای نکرده دستتون خورد ناخودآگاه این اتفاق افتاد واسهتون دوباره میاره. این یک توضیح معرفی خیلی ساده، حالا بعضی جا هم اگر اضافه گویی شد دوستان من معذرت میخوام. یه معرفی خیلی ساده و کوتاه که نشد بگم، به حال سایت ویژگی خیلی زیادی داره که خیلی هاش اصلا من نگفتم که شما میتونید ازش استفاده بکنید. مثلا اینجا میتونید نمودارتون رو لوگاریتمی بکنید و حالا کارهای دیگه که میتونید انجام بدین. قسمت‌های دیگه‌اش که حالا فرضاً بعضیا میان با این قسمت پایین ادیتور برای خودشون
اندیکاتور میکشن. حالا خیلی کارهای زیادی داره این سایت که میتونید ازش استفاده بکنید. به حال این ویدیو در حد معرفی بود برای دوستانی که تازه با این بازار آشنا شدن، تازه میخوان بیان تحلیل تکنیکال انجام بدن. بهتر بود که این ویدیو رو قرار بدیم تا همه دوستان به یه سطح پایه‌ای برسن تا بتونن از اون عینک میلادیکال استفاده بکنن و بعدش بخوام بیان روی 4 تحلیل تکنیکال خودشون رو انجام بدن و از بازار سودشون رو کسب بکنن و برن یک تغییراتی توی زندگیشون ایجاد بکنن. امیدوارم که تا اینجا کار این ویدیو براتون کارآمد باشه و ازش استفاده بکنین. حالا برین از سایت تریدینگ ویو خودتون بهتون پیشنهاد میکنم برین حتما با این قسمت‌ها کار بکنین تا دستتون بیاد، براتون روون بشه. مسلماً شاید اولش واسه دوستانی که تازه کار هستن کار با این سایت یکم پیچیده باشه، یکم حالا جای مختلفش گنگ باشه. برین باش کار بکنین، هر قسمت رو برین نگاه بکنین ببینین چی هست، چی کار میکنه، این قسمت به چه کاری میاد و حالا بتونید با این سایت در حد روون شدن کار بکنید. چون لازمه تحلیل تکنیکال اینه که شما با این چارت بلد باشین کار بکنید و تا زمانی که با این چارت روون کار نکنید امکان داره حالا تو تایم فریم های پایین اگر بخواید تحلیل انجام بدید از بازار جا بمونید. موفق و پرسود باشین و روزگار به کامتون باشه.